رحیم مرا داد فرمود و خود داور است، زهر برتری جاودان برتر است. با درود و احترام به محضر ملت بزرگ ایران و بنیاد عظیم و شکوهمند شاهنشاهی ایران. اولا فراموش ننماییم عالم محضر خدا می باشد، لذا در محضر خدا جرم و جنایت و معصیت ننماییم. و دوما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا. ملت بزرگ ایران با توجه به مفاد لوایح پرونده 1401 689 2000 681 329 که اساساً مرتبط با حقوق پایمال شده ملت ایران و اتهامات و جرائم شخص ولی فقیه و حکومت او میباشد، مراتب زیر به استحضار شما ملت شریف ایران میرسد. ضمناً سوابق لوایح پرونده در شعبه 5 بازپرسی دادسرای تأمین امنیت ولی فقیه و نه ملت ایران مستقر در اوین و شعبه 10-20 دادگاه کیفری مجتمع قضایی ولیعصر تهران و سایر مقامات قضایی امنیتی و حاکمیتی ولی فقیه موجود میباشد. بند یکم، شخص ولی فقیه آقای علی خامنه‌ای به علت ارتکاب معاصی کبیره و جرائم متعدد در محضر حضرت حق تعالی و در پیشگاه ملت ایران مشتمل بر 1. سرقت و ربایش و سلب و غصب حق مالکیت و حاکمیت و استقلال و آزادی ملت ایران بر حسب مغالطه و تدلیس و فریب خود. 2. خیانت به کشور و ملت ایران لااقل به 13. 3. ارتکاب امر به جنایت بر علیه ایرانیان مخالف معترض به سیاست‌ها و شیوه حکمرانی نظام نامقدس ولایت فقیه. 4. بی‌اعتبار نمودن و ضرر به اسلام و مذهب شیعه اثناعشری. 5. کتمان حقیقت و خیانت به نظام ولایت فقیه در جایگاه رهبری آن. 6. اقدام به افساد فی الارض و اقدام به جنگ و محاربه بر علیه ملت ایران. و 7. طغیانگری در محضر حضرت حق تعالی و همچنین بی‌کفایتی یا بی‌عرضگی سیاسی در جایگاه ولایت فقیه ضمن عزل از جایگاه ولایت فقیه و رهبری ملت ایران به خلع لباس آخوندی و تصدیگری امور مذهبی و اعدام به وسیله تیرباران و سلب حیثیت و ننگ ابدی ملت ایران محکوم می‌گردد. ضمناً با توجه به آنکه بانی و مسبب و پایه‌گذار قریب به اتفاق جرائم فوق ولی فقیه سابق روح الله موسوی خمینی میباشد، نامبردن محکوم به سلب حیثیت و ننگ ابدی ملت ایران می‌گردد. بند دوم، کارگزاران ولی فقیه شامل آقایان مسعود پزشکیان ریاست قوه مجریه ولی فقیه، شیخ غلام حسین محسنی اجرایی ریاست قوه قضاییه ولی فقیه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فرمایشی مشورتی ولی فقیه، شیخ احمد منتظری رئیس دیوان عالی قضایی ولی فقیه و نه ملت ایران، شیخ محمد موحدی آزاد مدعی الخصوص و جانبدار و دادستان و مدعی الخصوص ولی فقیه و نه مدعی العموم و دادستان ملت ایران، شیخ اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ولی فقیه و مقامات نظامی ولی فقیه و ملتزمین و خدمتگزاران او و نه ملت ایران شامل آقایان سرلشکر محمد حسین باقری، سرلشکر غلام علی رشید، سرلشکر عبدالرحیم موسوی، سرلشکر حسین سلامی، سرلشکر علی شمخانی، سرتیپ محمد رضا قرایی آشتیانی، سرتیپ عزیز نصیرزاده، سرتیپ احمد رضا رادان، سرتیپ قادر رحیمزاده، سرتیپ کیومرث حیدری، سرتیپ محمد پاکپور، سرتیپ حمید واحدی، سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، سرتیپ علیرضا حبیب صباحی فرد، سرتیپ شهرام ایرانی، سرتیپ علیرضا تنگسیری، سرتیپ اسماعیل قانی، سرتیپ غلامرضا سلیمانی، سرتیپ مجید خادمی و سرتیپ علی شیرازی به علت مشارکت، مباشرت، معاونت، مساعدت و همراهی در جرائم ارتکابی منتسب به شخص ولی فقیه و ارتکاب ظلم و خیانت بر حق ملت ایران و همچنین کتمان حقیقت و خیانت به نظام ولایت فقیه در جایگاه کارگزاران آن ضمن عزل و اخراج از انجام وظیفه در مشاغل حاکمیتی مصادره شده به سرقت رفته ملت ایران به خلع لباس آخوندی و تصدیگری امور مذهبی و خلع درجه و لباس سربازی و اعدام به وسیله تیرباران و سلب حیثیت و ننگ ابدی ملت ایران محکوم می‌گردند. بند سوم، شخص قاضی پرونده 1401 689 2000 681 329 آقای داریوش الماسی به عنوان قاضی و دادرس شعبه 10-20 دادگاه کیفری مجتمع قضایی ولیعصر تهران و شخص بازپرس پرونده آقای ناصر جواهر سرنقی به عنوان رئیس شعبه 5 بازپرسی دادسرای تأمین امنیت ولی فقیه و نه ملت ایران مستقر در اوین و همچنین قضات شعبه 29 بدوی و 36 تجدید نظر بیدادگاه غیرقانونی انقلاب تهران آقایان جواد مظلوم و آخوند عباسعلی هوزان به علت ارتکاب ظلم و خیانت به ملت ایران، کتمان حقیقت و خیانت به نظام ولایت فقیه و همچنین افساد فی الارض محکوم به سلب عناوین قضایی، اخراج از خدمت در قوه قضاییه مصادره شده به سرقت رفته ملت ایران و اعدام به وسیله تیرباران، سلب حیثیت و ننگ ابدی ملت ایران محکوم می‌گردند. بند چهارم، در خصوص مراتب قرائت شده بند اول، دوم و سوم با توجه به آنکه مراتب اتهامات و جرائم این اشخاص بالا بر 1 سال می‌باشد به آنها ابلاغ گردیده و در لایحه 15 اردیبهشت 2583 پادشاهی ایران یا 1403 هجری خورشیدی هم
در اعتراض به رأی صادره توسط دادگاه صراحتاً ذکر شده که رأی صادره بدون احقاق حق ملت ایران و رسیدگی به اتهامات و جرائم نظام نامقدس ولایت فقیه به منزله ضد حق و حقیقت و ظلم و خیانت به ملت ایران میباشد، لذا محکومیت این اشخاص با اماره و مستند به قوانین قضایی و دادرسی کیفری ایران قطعی و حتمی میباشد. اما به جهت اثبات رعایت کامل عدالت و حقیقت در صدور احکام صادر شده و روشن شدن حقیقت و شرایط خاص و منحصر به فرد این پیوند شخص ولی فقیه و کلیه اشخاص ذکر شده و تشکیلات قوه قضاییه ولی فقیه از مورخه 23/9/2583 یا 1603 هجری خورشیدی تا تاریخ صدور این بیانیه حداکثر 20 روز فرصت دارند در دادگاه کیفری و در محضر افکار عمومی و قانون ملت ایران و به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه و مردم از خود دفاع نمایند. در غیر این صورت و عدم تشکیل دادگاه این اشخاص واجب القتل بوده و کشتن و اعدام آنها به علت ارتکاب ظلم و خیانت و جنایت بر علیه ملت ایران بر عهده آحاد فرد ملت شریف ایران میباشد. بند پنجم، نهی‌نامه، خودعنامه و تحمیلنامه قانون اساسی نظام نامقدس ولایت فقیه به علت آنکه حق مالکیت، حاکمیت و استقلال آزادی ملت ایران را سلب و سرقت نموده و مورد ربایش قرار داده و ملت ایران را سفیه انگاری نموده، فاقد اعتبار و موجب وجهت قانونی بوده، ملغا باطل اعلام می‌گردد. لذا تا برگزاری همپرسی و تدوین قانون اساسی جدید ایران که ملت ایران مایل به چه نوع نظام حکمرانی میباشند، ملاک و منات اعداد برای اداره کشور قانون اساسی مشروطه و متمم میباشد که مالکیت و حاکمیت ارکان حاکمیت سیاسی و نظام حکمرانی کشور من جمله بنیاد شکوهمند پادشاهی ایران را متعلق به ملت شریف ایران دانسته است. بنابراین و بر همین اساس ذیل اصول 26 و 35 متمم قانون اساسی مشروطه ایران تا برگزاری همپرسی و تدوین قانون اساسی جدید ایران کفالت موقت رهبری سیاسی و فرماندهی کل نیروهای مسلح جنای ملت بزرگ ایران به شخص آقای رضا شاه دوم پهلوی ابلاغ می‌گیرد. بند ششم، آحاد ملت شریف ایران از پیر و جوان و زن و مرد تا احقاق حقوق پایمال‌شده و برباد رفته ملت ایران همچون ید واحده قیام نموده و به پا خیزند. بند هفتم، از این تاریخ بیدادگاه‌های غیرقانونی و بیدادگاه‌های غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت ملغا باطل اعلام می‌گیرد. بند هشتم، از این تاریخ حجاب و پوشش بانوان در ایران آزاد و اختیاری اعلام می‌گیرد. بند نهم، از این تاریخ کلیه تشکیلات سازمان سپاه پاسداران بخشی از پیکری ارتش ایران محسوب کرده و برابر مأموریت قوانین مقررات ارتش با کارکنان آن رفتار خواهد شد. توفیق پادشاه ایران در راه انجام وظیفه خدمتگزاری به ملت شریف ایران و عزت و شکوه و عظمت ملت بزرگ ایران از پروردگار متعال مسئلت دارم. برافراشته باد درفش کاویانی و درفش شیر خورشید نشان ایران. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، پاینده باد بنیاد شکوهمند پادشاهی ایران، پاینده باد ملت بزرگ ایران، عضو نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و خدمتگزار و جانبدار و مدعی العموم و دادستان ملت بزرگ ایران، سرهنگ نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ابراهیم آقای کمازانی به تاریخ 23/9/2583 پادشاهی ایران. و سلام.